بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرامی. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردین. امیدوارم که ویدیوها و آموزش‌هایی که براتون گذاشتیم کارگشای راه شما بوده باشه. در جلسه قبلی ما یک بخوری را آموزش دادیم برای رفع نحوست و پاکسازی محل کار یا منزلتون که خیلی از دوستان انجام دادن و نظرات خوبشون رو هم برای ما گذاشتن. ممنونیم ازشون. امروز میخوام به شما یک راه برای پاکسازی طالع خودتون رو بگم به مناسبت 1000 تایی شدن صفحه یوتیوبمون. ممنونم از همراهی شما، از اینکه ویدیوها رو به اشتراک گذاشتین، از اینکه صفحه ما رو دنبال کردین و امیدوارم که بتونیم توی این مسیر نکات خیلی خوبی رو به شما عزیزان آموزش بدیم. قبل از اینکه بریم سراغ این کاری که میخوام برای پاکسازی بهتون بگم و این ترفندی که برای پاکسازی قراره بهتون بگم، میخواستم یه سری نکات رو یادآوری کنم به دوستان. حالا قبلا هم من این نکات رو گفتم، اما دوستانی که به تازگی به جمع ما پیوستن، یکی این که اون ویدیوی بخور پاکسازی رو لینکش رو میذارم، حتما عزیزانی که ندیدن ببینن، اون رو انجام بدن. و دومین مورد این که یه سری از عزیزان رفته بودن، حالا سرکتاب گرفته بودن، جاهایی طالع‌بینی انجام داده بودن و فال بعضی جاها گرفته بودن، نشونه های سنگینی توی طالعشون دیده شده بود بعد از اینکه پاکسازی کرده بودن این کار. یعنی زمانی که فرد رفته بود، حالا به اصطلاح پاکسازی رو انجام داده بود، بعد رفته بود پیش یک فالگیری یا دعانویسی، سرکتاب باز کرده بود، مجدداً که چک کرده بود یا حالا نشونه های سنگینی رو دنبال کرده بود، متوجه شده بود که سنگینی براش ایجاد شده. ببینید دوستان، سنگینی چه زمانهایی در فرد ایجاد میشه؟ یکی زمانی که طلسمی برای شما زده بشه، یکی زمانی که شما طلسمی انجام بدی. طلسم نه دعا. ببینید، طلسم با دعا یه بار دیگه در ویدیو قبل گفتم کاملا موضوعش فرق میکنه. و یکی هم زمانی که شما اجازه ورود موکل به زندگیت رو بدی. حالا شاید سوال پیش بیاد آقا چجوریه این موضوع؟ چجوری ما اجازه ورود موکل به زندگیمون رو میدیم؟ ببینید، زمانی که شما به فالگیر یا جادوگر مراجعه میکنی که طالعت رو بررسی بکنه یا برات فال بگیره، به هر حال اون افراد با موجودات غیر ارگانیکی سر و سر دارن و از طریق اونها طالع شما رو بررسی میکنن. در واقع شما با رفتن پیش این افراد اجازه ورود اون موکل رو به زندگی خودت دادی و تا زمانی که اون رو پاکسازی نکنی و اون موکل رو از زندگی خودت بیرون نکنی، همچنان سنگینی اون موکل اگر شیطانی باشه بر زندگی شما هست. برای همینی که میگم اگر سرکتابی جایی انجام میدی، اگر فالی جایی میگیری، حتما توجه داشته باش که اون فرد فالگیر، اون فرد دعانویس، اون فرد جادوگر از چه موکلی استفاده میکنه برای سرکتاب شما و طالع‌بینی شما. حالا ما اومدیم و این موضوعات رو یکی انجام داد. یکی رفت پیش یک فالگیر و سرکتاب گرفت، یا یه فردی برای برگشتن معشوقش سرکتاب گرفت، یه نفری اصلا برای شما اومد سرکتاب برای شما اومد طلسم گرفت، یا رفتی برای موضوع رزق و روزی، برای موضوع کارگشایی رفتی اشتباهاً به جای دعا طلسم گرفتی و این سنگینی وارد زندگی شد. حالا چیکار کنیم؟ حالا باز باید بریم به اون دعانویس و اون فالگیر و اون رمال دوباره مجدد پول بدیم که اون رو برای ما باطل بکنه یا پاکسازی انجام بده؟ نه، نیازی نیست این کارو بکنی شما. من یک راه بهت میگم، خیلی راحت و ساده و خیلی کم هزینه میتونی این موضوع رو رفع کنی. یک، اینکه بخوری که در جلسه گذشته به شما آموزش دادم رو درست کن. این بخور رو به همون میزانی که تو جلسه گذشته ویدیوی قبلی گفتم آماده کن و بیا داخل خونت روز
جمعه، فرقی نمیکنه چه موقعی از ماه باشه، روز جمعه بیا این بخور رو صبح زود دیگه، حالا بعد از این که طلوع آفتاب میشه، نهایتا 1-2 ساعت بعد از این بخور رو در خونه دودش بکن و بعد از اون بیا داخل یک کاغذ بدون خط یه جدول بکش، به 4 قسمت تقسیمش بکن. اینجای جدول عدد 255 هست، ضرب بکن در ابجد نام و نام مادرت. یعنی چی؟ یه ویدیو گفتم محاسبه ابجد نام و نام مادرت رو محاسبه کن، ضرب بکن در این عدد، اینجا قرار بده. سمت راست جدول بنویس العجل، سمت چپ جدول پایین الساعه و اینجا عدد 78 مجدداً ضرب بکن در ابجد اسم خودت و مادرت. این کاغذ رو داخل زغال لیمو به همراه بخور و سیاه دانه و برگ بو، ببین داخل اون بخور برگ بو رو داره اما جداگانه هم باید باشه، داخل زغال لیمو به اضافه بخور و سیاه دانه تعدادش فرقی نمیکنه و برگ بو اون هم تعدادش فرقی نمیکنه، قبل از اذان ظهر روز جمعه، یعنی قبل از نماز ظهر جمعه، این رو بسوزون. مطمئن باش هر سنگینی، هر موکلی در طالع شما باشه که باعث ایجاد سنگینی در زندگی شما و در طالع شما شده باشه، مطمئناً این موضوع رفع میشه و به کلی پاکسازی انجام میشه و سعی بکنید که حتما این رو با بدن پاک انجام بدید و غسل هم حتما، غسل روز جمعه رو حتما انجام بدید. اگر کسی اعمال غسل روز جمعه رو نمیدونه، داخل تلگرام پیام بده، به ادمین ها اعمالش براش ارسال میشه، اگه سوالی داشته باشن بهش پاسخ داده میشه و مورد دیگه ای هم در این موضوع نبوده که خدمتتون بگم. امیدوارم که نهایت استفاده رو از این پاکسازی قدرتمند ببرید، همگی انجامش بدید تا سنگینی ها و این مشکلاتی که حالا این روزها برای خیلی از شما عزیزان اتفاق افتاده رفع بشه. من خیلی خوشحال میشم که بتونم به همه شما عزیزان کمک کنم، منتها حجم پیام ها انقدر بالاست که حقیقتا نمیرسیم به همه پاسخ بدیم، اما سعی میکنیم مشکلاتی که برای اکثریت هست رو حتما آموزش هاشو بذاریم تا خود فرد بتونه تا جایی که امکان داره اون رو انجام بده. ممنونم که ما رو دنبال میکنید، همراهی میکنید، با کامنت های خوبتون به ما انرژی بدین برای ساخت ویدیوهای بهتر و بیشتر. امیدوارم که در پناه خدا شاد و پرروزی باشید. شما و خانواده های محترمتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.